سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان ارجمند، مخلصان و علاقمندان فوتبال. گزارش‌های مستقیم ما از برگزاری رقابت‌های دور اول لیگ عالی کشور ادامه می‌یابند و امروز در این دور قرار است که دیدار دسته‌های پرواز از شهر خوجند و سرافشان رو یک جا با هم از طریق تلویزیون فوتبال تماشا کنیم. یادآور می‌شویم که این بازی در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت شهر خوجند برگزار می‌گردد و امروز بسیار عجیب است که در این میدان شماره مخلصان زیادی دسته سرافشان حضور دارند. البته چون اینجا ورزشگاه خانگی دسته پرواز همیشه بروزها به حساب می رود، یعنی والا دسته بازی خانگی خود رو اینجا برگزار میکنه. در چند ورزشگاه خانگی دسته خوجند است اساس. خلاص شماره مخلصان خیلی زیاد هم هستند امروز در میدان و دسته ها بین هم بازی رو علاقه آغاز کردند و یادآور میشیم که پس از سالهای سال دسته پرواز دوباره به لیگ عالی مملکت برگشته است و امروز اولین بار اکنون فضای بازی لیگ عالی رو این دسته دوباره احساس خواهد کرد. دسته که قبلا در این مسابقه عموما بین دسته های بهترین تاجیکستان کارنمایی میکرد و دستاوردهای بسیار نظررس هم داشت. خوب، چون بازی آغاز شده است ما توجه میکنیم به هیئت های دسته ها و شروع میکنیم از هیئت دسته پرواز. بله، شروع میکنیم از هیئت دسته پرواز، از هیئت دسته تیمی میزبان در بازی امروزه. در هیئت اساسی رقم 1 دلیر جان براتوف، هیئت رقم 8 منیر دولتبکов، رقم 77 بکجان جوراєв، رقم 73 کیریلو волошин، اسماعیل جان آخونجانов، رقم 5 هیئت رقم 2 موهین الکساندر، امامعلی احمد خان، رقم 7 رقم 23 دانیل دوان، تحت رقم 63 تبریز میرزووالیев، رقم 11 یوگنی بیدینکا، تحت رقم 9 باشد بهادر عبدوولیев و خوب سرمربی این دسته طاهر مومینов. هیئت دسته استرافشان در بازی بر ضد پرواز. رقم 1 دلشود دادابویف، تحت رقم 20 امیربک فیضیف، رقم 5 شهزاد اینایتوف، بازیگر شماره 67 زهرجان ترسونов، رقم 14 عبدالجلیل منظرов، تحت رقم 27 بوبور قاسمov، رقم 21 مارادونا سفارов، عجب، تحت رقم 9 تولکین ارگاشف، رقم 19 عبدالفتاح خدایدادزاده و رقم 99 شفقت آتم. شیرعلی باباقولов سرمربی دسته سرافشان، آن نفر که حال در اکرانهای ما و شما بود و شورای بازی دسته های پرواز و سرافشان. من اینامدین احمدزاد هستم. خب امروز دسته پرواز با شکل جوگیشوی 4-4-2 در میدان بازی را شروع کرده است و این دسته حالا در دقیقه اول در حمله قرار دارد. اینجا با توپ رسیدن نمیتواند یوگنی، ولی به هر حال فشار میارن بازیگرانی دسته پرواز. اوت به فایده آنها به میان آمد. چی شد؟ حالا دوباره آسیب دید اینجا در آغاز رقابت. بله، وضعیت داور چندان خوب نیست. در همین حال او در پای خود درد شدیدی را احساس میکند. خب داور اینجا حالا سنجش میگذاراند به قوله که چگونه است وضعیت و آیا میتواند بازی رو
خود یو حکمی کند یا حرکت را عموما ادامه داده میتواند یا نه در این حالت. بازیگران نیز روشن تا جای توانستند که این وضعیت را برطرف کنند، اما از نیمه میدان خود بیرون شدن نمیتوانند. در این حال بازیگران این دسته افساید به قید گرفته می شود. اکنون یادآور می شویم که این موسم در لیگ اولی دسته های پرواز و سردور اصلا دسته های نو به حساب می روند. خب تیم هایی که با جای دسته های هولبوک و پنشیر به لیگ اولی برآمدند و حتی دسته سردار بسیار خوب موسم را آغاز کرد. در دور اول بر مقابل دسته استقلال مساوی بازی کرده توانست. این یک نتیجه بسیار تاثیر رسان برای دسته سردار به حساب می رود. البته تاثیر رسان در کدام حالت؟ در حالتی که این دسته بازی بعدی خود را برگزار میکنند. آنها از قهرمان فعلی وقتی که امتیاز گرفتند دیگر جرأت بیشتر پیدا میکنند و در بازی بر مقابل رقیبان بعدی خود همچنین سخت تلاش میکنند. و مهمتر از همه باوری به میدان میآیند و بازی میکنند. برخورد بسیار سخت و اینجا توپ را به اختیار دسته خود برگردانیده توانست دانیل دوان. بازیگر شماره 23 حمله دسته پرواز را میبینیم. پس به داخل جریمه‌گاه امکانیت برای اجرای ضربه بیرون از جریمه‌گاه و بسیار بلند بود این ضربه. حالا شماره مخلصان افزوده ایستاده است و اکثریت مخلصان دسته سرافشان هستند. ما میدونیم که البته این دسته یکی از سرمخلص‌ترین دسته ها در کشور به حساب می رود. البته در برابر دسته روشن، در برابر دسته های استقلال، خوجند و دیگر دسته ها، ولی وقتی که دسته سرافشان در خانه خود مخصوصا بازی را برگزار میکند. حالا در بازی سفری البته ما میبینیم که مخلصان نسبت به تمام دسته های دیگر مخلصان دسته سرافشان بیشتر برای دستگیری دسته خود میروند، اما وقتی که در خانه خود بازی میکند بازی است که تا 15-16 هزار نفر مخلص در یک بازی جمع میشوند تا دسته سرافشان را دستگیری کنند. دسته که حالا چند موسم اخیر حتی عموما بعضی وقت در میانه جدول قرار گرفتن نمیتواند، اما مخلصان این دسته برایشان مهم نیست که دستهشان چی نتیجه دارد، در کجا قرار دارد، در جای یکم است، دوم است، دهم است، هشتم است، فرق ندارد. در هر جایی که باشد دسته سرافشان مخلصان آنجا هستند و مخلصان دسته خود را دستگیری میکنند. یعنی اگر عادی‌تر کرده گوییم، اگر از شما یک نفری از خودتان خورتر، جوانتر، مثلا درباره دوستداری، درباره وفاداری، درباره عشق اگر سوال کرد، شما میتوانید حتما مخلصان دسته سرافشان رو مثال بیارید. بگید سرافشان یعنی دسته سرافشان، دسته فوتبالی سرافشان و مخلصان آن. ببین و عبرت بگیر. واقعا جای تحسین گفتن است که این دسته نابست از نتیجه هایش هرگز موقع خود را در پیش چشم مخلصان خود گم نمی کند. هرگز مخلصان این دسته پشت این دسته را خالی نمی کنند. همیشه آنها هستند در کنار دسته خود. بازیگران پرواز دوباره توپ را به اختیار خود برگرداندند و اینجا حتی قاعده بازی ویران گردید. قاعده بازی بر مقابل کیریلو ویران شد. خلاصه اگر درباره دسته سرافشان باز هم ادامه بدیم، پس میتوان گفت که شهر سرافشان
در برابر مثلا داشتن جایهای تاریخی که فخر شهر است، نمیدونم بزرگ‌ها و خیابان‌ها و مردمان بسیار خوب که فخر شهر سرافشان است. همچنین دسته دارد که میتواند این شهر و مردمانش با آن فخر کند، چون که این دسته از جمله سرمخلص‌ترین دسته‌های مملکت با حساب می‌رود. بازم توپ از میدان بیرون گردید و بازم اوت با فایده دسته سرافشان است. خب پرواز آخرین بار سال 2013 در لیگ اولی بازی کرده بود و این دسته بعداً مفلس شد. از جهت مالیوی واقعاً با مشکل‌های بزرگ دچار گردید. حتی با لیگ یکم یک طرف ایستاد، به لیگ دوم رفت و مدت‌ها آنجا بود. خلاصه از روی معلوماتی که ما داریم، یکی از سبب‌های اساسی که دسته پرواز از بین نرفت بلکه فعالیت خود را ادامه داد، یعنی ارزی هستی کرد، ماز مربی سابق جوانان دسته علیشیر پالوانوف گفته می شود که او دسته را دستگیری کردن را ادامه داد و در همین یک 10 ساله از سال 2013 تا سال 2023 ماز او بود که به قول همون پایه های اساسی دسته پرواز رو راست نگاه داشت و این دسته دوباره آیسته آیسته باز دستگیری یافت. این دسته دوباره آیسته آیسته به خود آمد. این دسته دوباره آیسته آیسته به لیگ یکم برگشت. سال 2023 البته که در لیگ دوم جای اول رو گرفت و به لیگ یکم برآمد و در لیگ یکم از سال 2023 به این طرف بازی میکرد. حالا اکنون دوباره این دسته به لیگ اولی، به اونجایی که یک زمان رقیبان در پیش روی دسته پرواز ایستاده نمیتوانستند، برگشت و امروز نخستین بازی خود را بعد از بازگشت برگزار کرده است. این دسته توپ را به فوتبال بازان سرافشان در دوام نکرد و آنها توپ را از دست دادند. هجوم نوبتی دسته پرواز، آفساید نیست این بار، امکانیت هست برای پاس دادن به داخل جریمه گاو و حتی فرصت برای اجرای ضربه است. ضربه زمینی دفاعگران برطرف کردند. باز یک ضربه دیگر و این بار راست نمی رود. ضربه جانبی دروازه دسته سرافشان. مومالی مدرس که توپ را از اوت به بازی در آورد. پرتابی و از اوت. یک زمان مومالی احمد خان با بازی های خوبی خود در هیئت منتخب های نورسان و جوانان تاجیکستان از جمله بهترین استعدادهای بود که میگفتند او آینده سبب می شود با بازی های خوبش، با این مهارتی که دارد، تا سطح فوتبالی مملکت بازم بلندتر شود. واقعا نسل او بسیار موفق بودند در جام آسیا، حتی تا جام جهان رفتند سال 2018. ولی با مانند بسیاری از فوتبال بازان دیگر مومالی احمد خان نیز یک مدت از فوتبال دور شد و نتوانست که موقع خود را در فوتبال نگاه دارد. دوباره برگشت و کارنامه‌اش را اکنون از نو آغاز کرده است و میخواهد که در فوتبال تاجیک او نیز باشد.
دقیقه 15 رقابت است که ادامه دارد و دسته‌ها آرام بازی رو ادامه میدن. اصلا کسی سراسیمه نیست در این حالت. Tolkin Ergashev پاسی او وصل تو با کنار خدای دودزاده پاسی او بود به عقیب بازیگزاری نوبتی بازیگران دسته سرافشان خودی بازیور آن شده است اشاره میکنه داور. والله من فراموش کردم داور نیز در آغاز آسیب گرفته بود و اینجا وضعیتش خوب به نظر میرسد. اکنون دو فتح خدای دودزاده بود که از پای افتی در کنار. نه اینجا چندان رسیشی جدی نبود. خود بازیواران نشده است میگوید بازم داور و حتی ضربه بود جانبی جریمه‌گوی دسته سرافشان. و این حالت رو داور خلاصه چنین بها داد که اونجا خود بازیواران نشده است. بازم اوت بازم با فایده دسته پرواز. فشار می‌آورد بازیکنان دسته سرافشان. امکانیت است برای ادامه دادن حمله. پس به خط جریمه گفت و برطرف می‌شود این وضعیت. ببینید در کناری چپ خدای دودزاده آزاد بود ولی حالا پرتابی او خوفناک هم دروازه‌بان دلرجان براتوف این حالت را برطرف کرد. واقعا خوفناک بود این وضعیت ولی چند لحظه پیشتر از این خدای دودزاده در کنار آزاد بود اما در آغاز این حمله به او پس ندادن و موقع رو از دست دادن بازیگران دسته سرافشان. عبدالفتاح خدای دودزاده سال 2025 در چمپیونات فیلیپین بازی میکرد اگر خطا نکنم و اونجا برای یک مدت بسیار خوب بود. بسیار خوب بود. توپ را با این نوبتی بازیگران دسته سرافشان ضربه از مسافه دور و توپ در دستی دروازه‌بان است. داور باز هم مجبور میشود که صدای که خود را بلند نماید. یادآور میشویم که در دور اول در لیگ اولی دسته‌های گرتدز و روشن با هم بازی کردند که بازی آنها مساوی شد 0-0. حاصلات با کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی داشت
ҳосилот ғалаба ба даст овард бо ҳисоби 3-0 ва хуб дастаи Истиқлол бо Сардор мусовӣ бозӣ кард. ва дар даври аввал дерби аст дар Хуҷанд. Хуҷанду Эсхата дерби суғд бошад байни Парвозу Истаравшан ва Вахшу Барқчӣ низ бояд гуфт ҳоло имрӯз бозӣ хоҳанд кард. ҳуҷуми навбати Парвоз паси заминӣ имконият барои бозигарони мизбон. Даниэл Дуан ба тӯб расида натавонист дар ин вазъият. инҷо дуах навишта шудааст дар пираҳани ӯ. сармураббии дастаи Саравшан ҳоло ба шогирдонаш махсусан ба бозигарони хатти ними ҳимоя гаштау баргашта танҳо ва танҳо таъкид карда истодааст ки вақте ки ба ҳуҷум мегузаранд танҳо як ҳамлагари марказиро не балки дигар бозигароне ки дар ҳуҷум ҳастанд онҳоро ҳам бубинанд футболбозон. حالا بیا توجه میکنیم با ҳайатҳои احتیاطی دسته‌ها. البته تغییرات‌های زیاد مخصوصا در هیئت دسته پرواز دیده می‌شود. ضربه جریمه منفی است. حالا با فایده دسته پرواز با ҳайатҳои احتیاطی بعداً توجه میکنیم. میبینیم که از این حالت بازیگران میزبان چطور استفاده میبرند. اسماعیل جان آخوندجانov در نزد توپ است. ضربه زمینی جونی در روزه باز یک برخورد دیگر، باز یک حالت دیگر، ولی اینجا هم خود ویران کنی گفته نمی شود.
بعد از چند مدت خاموشی اکنون دسته سرافشان به حمله خواهد رفت. خدایدادزاده پس و وقیب سال جانبی جریمه گاه و توپ از میدان بیرون شد. الله امکانیت ضربه و فرصت از دست رفت. بسیار یک فرصت خوب بود برای خدایدادزاده، بله، برای زدن اولین گل بعد از بازگشتش به لیگ عالی مملکت، بعد از بازگشتش به فوتبال تاجیک. توپ را در میدان نگه داشتن نتوانست بازیگر دسته ایسترافشان. در هجوم از سربازیان پرواز و دروازه‌بان دلشاد ادابایف توپ را گرفت. این بار رقابت برای گرفتن این توپ در مرکز میدان. در این حالت بازی خوبی منیر دولتبکov را دیدیم. صداشتکی داور و کورتی زرد حتی با بازیگر دسته ایسترافشان. بله، با بازیگر دسته ایسترافشان اینجا کورتی زرد داده می شود با تولکینیر گشف. یادآور میشیم که امروز در هیئت اساسی دسته پرواز 7 نفر لیگنر بازی کرده ایستادند. و در هیئت دسته ایسترافشان باشد شش تن از فوتبالبازان بازیگران لیگنر هستند. جوینواتی ایسترافشان یک ضربه دیگر بود و باز هم برطرف شد. امکانیت ضربه زمینی و دفاعگر برگرداند این دفعه توپ رو. خدایدادزاده
аут ба фоидаи Парвоз аст. ҳуҷуми ҷавобии дастаи Парвозро мебинем. ой иштибоҳи дифоъгар. ва ҳоло Парвоз дар ҳамла боқӣ мемонад. имконият барои пас додан ҳаст. тӯб аз майдон берун гардид. фикр мекунам аз пои бозигари шумораи 7. бале, аз пои футболбози дастаи Парвоз. тӯб аз майдон берун шуд. эмомалӣ аҳмадхон. дастаи Парвоз аз соли 2023 ба ин тараф қариб ки ҳар мавсим дар ҳар равзанаи трансферӣ дар ҳаёти худ як ё ду бозигари нав, ҷавон ё шояд бо таҷрибаро даъват мекунад ва маҳз ҳамин буд ки ин даста аз соли 2023 то соли 2025 акнун тавонист ки ба лигаи олиро қад бигирад. ва хуб, яке аз ин бозигарон ҳоло гуфтам мумкин аст ки ҳамин Эмомалӣ Аҳмадхон аст ки ба дастаи Парвоз омадааст ва инҷо ҳам корномаи худро дубора мехоҳад ба як сатҳи баланд барорад ва ҳам ҳунару маҳорате ки ӯ дорад метавонад ба дастаи Парвоз кӯмак кунад. ва омадани боз як бозигари ҷавони дигарро метавонем қайд кунем, Рамазон Бахталиевро, ки ӯ соли 2025 дар ҳайати то 17 солаҳои мунтахаби кишвар бозӣ мекард. ва дӯстони арҷманд, акнун ҳисоб кушода мешавад дар дақиқаи 32-юми рақобат. нахустин голи Парвоз дар лигаи олӣ. ой, маълум аст ки онҳо на танҳо футболро тамрин карданд, балки рақсро низ тамрин карданд ва ин рақсе аст ки дар чемпионати ҷаҳони соли 2010 вақте ки аввалин бозии ҷоми ҷаҳон соли 2010 баргузор шуд, бозиҳо дар Африқо баргузор мешуданд. баъд аз задани нахустин голи ҷоми ҷаҳон, маҳз бозигарони хуб ёдам нест ки кадом мунтахаб буд, бо ҳамин усул айнан чунин рақс карда буданд. Парвоз низ баъд аз голи аввали худ футболбозонаш бубинед ки дар лигаи олӣ баъд аз аввалин голе ки онҳо заданд, айнан мисли ҳамон голи нахустини ҷоми ҷаҳон онро ҷашн мегиранд. ба задани гол даст ёфт Даниэл Дуан. бубинед шумораи мухлисон чӣ гуна зиёд аст. ҳуҷуми ҷавобии дастаи Саравшан бартараф мешавад бо ин қоида вайронкунӣ. ва инҷо бозигарони Саравшан омода мешаванд акнун барои истифодаи вазъияти стандартӣ. хуб, ҳоло ба хотирам омад ва ҷустуҷӯ кардам барои шумо пайдо кардам. Африқои ҷанубӣ буд ки мизбони бозиҳои ҷоми ҷаҳон буд, бар муқобили Мексика бозӣ мекард ва нахустин голро африқоиҳо заданд дар ҳамон рақобат. ҳамон бозӣ баъдан бо ҳисоби 1-1 ба поён расид ва тамоми футболбозони мунтахаби Африқои ҷанубӣ онҷо айнан бо усули бозигарони Парвоз ки имрӯз голро ҷашн гирифтанд, бо ҳамин усул нахустин голи худ дар ҷоми ҷаҳон ва нахустин гол дар ҷоми ҷаҳон соли 2010-ро ҷашн гирифта буданд. Абдулфатто Худоидодзода дар назди тӯб қарор дорад ва зарбаи ҷаримавист ба фоидаи бозигарони Саравшан. зарбаи ӯ ҷониби дарвоза ва имконият барои футболбозони Саравшан. зарбаи навбатӣ ва гол.
حساب خیلی زود برابر کرده می شود. بله حساب برابر کرده شد 1-1 و با زدن گل دست یافت در این حالت مارادونا سفاروف. یک بر یک. партоби абдулфаттоҳ худоидодзода бисёр мувофиқ буд барои ҳатто дар аввалин расиш задани зарба. бубинед, аммо туп дар ҳолати аввал аз ҷониби дарвозаи парвоз нарафт ва баъдан баргашт онҷо. Марадона ба задани гол даст ёфт. Марадона Сафаров. мубориза дар маркази майдон. эмомалӣ аҳмадхон ирсоли ӯ. худе бозӣ вайрон мешавад инҷо бар муқобили Баҳудур Абдувалиев. эмомалӣ аҳмадхон бояд ки тӯбро ба бозӣ дарорад. бозӣ давом меёбад. дақиқаи 37 рақобат аст. худе бозӣ вайрон шуд ё не? ман намедонам. довар ишора мекунад ки бозӣ буд ва зарбаи сахти иҷро кардаи Толкин Эргашев аз дарвоза баланд рафт дар ин ҳолат. سرمربی دسته عیسی روشن اینجا با داور چهارم نمیدونم در چه موردی بحث داشت. دوان حمله نوبتی دسته پرواز را و ایدام احمدیت پس زمینی به داخل جریمه‌گاه و از پای میافتد بازیگر. داور بسیار نزدیک بود و دید که اونجا خود بازی ویران نشده است. اشاره میکند که بازیگر با پا برخیزد و بازی را ایدام احمدیت. رقابت در مرکز باز هم قاعده بازی ویران میشود. باز هم از طرف بازیگران میزبان قاعده بازی ویران شد در مرکز میدان.
با تو بازیگران نسای پرواز هستند. پرواز از نو به حمله میگذارد. حالا اینجا قاعده بازی ویران شد بر مقابل موهین الکساندر. از این موقع می شود ارسال کرد توپ را به جریمه‌گاه رقیب و می شود توپ را به بازی در آورد و بازی رو ادامه داد. حالا می بینیم که چیکار میکنن فوتبال بازونی. خب پرواز بکجان جورا با اف نزدی تو بیستاده است. ارسالیو از مرکز میدان دوباره با توپ صاحب میشوند. بازم بازیگران دسته پرواز و این پس خیلی سخت بود برای امام علی احمد خان و او به توپ رسیدن نتوانست. سراشان در حمله است. قاعده بازی ویران نگردید. نه دوباره اجازه میدهد که بازی ادامه بیابد. هرچند اونجا از پای افتیدنی ارگاشف را ما دیدیم. هجوم جوابی عبدولیف با توپ قرار دارد این بازیگر و از پای میافتد ولی باز هم قاعده بازی ویران نشده است. حالا دوباره در این مدت که بازی های لیگ تاجیکستان و من لیگ های تاجیکستان هم لیگ یکم هم لیگ اولی هم جام در همه خلاصه مسابقه ها بازی ها با پایان رسیده بودند. موسم با پایان رسیده بود تا آغاز موسم نو. خلاصه در این وقتی خالگی داوری بازی امروزه فکر میکنم خیلی زیاد بازی های پرمیر لیگ انگلیس رو تماشا کرده است. چون حالا در قاعده ویران کنی های به قول میده چویده دیگر صدای اشتکی داور ما نمیشنویم. در فوتبال دنیا تنها در انگلیس چنین است. برای قاعده ویران کنی های کوچک داور نه کسی را جزا میدهد نه ضربه جریمه‌ای تعیین میکند نه پنالتی میگذارد. این گونه حالت است. در اکثر حالات اجازه میدهد داور که بازی ادامه بیابد. از مرکز میدان دوباره با تو بازیگران دسته پرواز قاعده بازی ویران می شود. برای دسته پرواز خیلی مهم است که نتیجه خوب به دست بیارد در این آغاز موسم. بعد از این همه سالی که در لیگ اولی نبود این دسته و خوب در دور دوم پرواز بر مقابل سردار بر مقابل یک دسته نوکاری دیگر در لیگ اولی بازی خواهد کرد و در سفر این بازی برگزار می شود. البته بسیار خوب هم هست برای دسته پرواز که بر مقابل سردار بازی میکنه. هرچند سردار الکی از دسته استقلال امتیاز گرفت در این موسم ولی به هر حال برای دو دسته نوکار بین هم بازی کردن در آغاز موسم خوب است که این دو دسته در لیگ یکم با هم بازی میکردن. حالا در لیگ اولی یکدیگر رو میدونن و بازیشون هم جالبتر میگذارد. هم تامین کردن نتیجه کاری نسبتا آسان‌تر میتواند برای دسته ها باشد. و خوب پس اون روزهای فیفا فرا میرسند. دسته ها استراحت خواهند کرد و الکی
оғози моҳи апрел бозиҳои баъдии худро дар лигаи одиву ҷому дигар мусобиқаҳо пас он идома медиҳад. хулас ду даври рақобатҳо то рӯзҳои фифа баргузор мешавад. ду даври рақобатҳо дар ҳамин моҳи март баргузор мешаванд. халос. вақт ба поён расид дар қисми якум ва танҳо 2 дақиқа дигарро лоилоа мекунад довар. ҳуҷуми навбатии дастаи Саравшан дубарабои онҳоро мебинем. Эргашев дар ҷаримагоҳ аз пой афтид ва Толкин Эргашев фурсатро аз даст дод. бубинед чӣ гуна онҳо инҷо коргардон танҳо ҳамон лаҳзаи аз пой афтидани бозигаронро ба мо нишон медиҳад. خودآورانکنی ارگاشف با قد گرفته شده است. сонияи ба шумор боқӣ мемонад то поёни вақти илова кардаи довар. ҳатто шояд фурсат барои як ҳамлаи дигар ҳам набошад. абдулфатто худоидодзода аз суратафзои ӯ аут. навло довар ишора мекунад ки фурсат доранд дастаҳо. ба ҳамин акнун қисми аввал байни дастаҳои Парвоз ва Саравшан бо ҳисоби 1-1 дар даври аввали лигаи олии мамлакат ба поён мерасад.
ششم و هفتم مرد 4 واکنش خوانده شده با چنین نتیجه ها به انجام رسیدند. ریگر فقط روشن 0-0. حاصلات کلوبی مرکزی بخشی ارتش 3-0. استقلال سردار 0-0. خوجند اسفت 2-0. Nicholas Balagas Bokhori Banigastro Istarashan و پرواز حق بازی بانیگستر بخش و بخشی گذشته شده است. دوره دومی چمپیوناتی ملی مملکت بانیگستری لیگ عالی روز 13 مارس آغاز می‌یابد. 13 مارس جلوبازان دسته خوجند بخوری خود را در سفر با دسته کلوب مرکزی بخش ارتش می‌کنند. روز 14 مارس باشد جلوبازان دسته اسفت با دسته وحش کلاب می‌آزمایند. جلوبازان دسته پرواز نیز بخوری خود را در سفر در شهر توزیزاده با دسته سردار برگزار می‌نمایند. جلوبازان دسته استراشان در میدان خود روز 15 مارس دسته حاصلات را قبول می‌کنند. در دوره سوم چمپیونات جلوبازان دسته اسفت در سفر با دسته سردار خوجند در میدان خود دسته استراشان را روز 4 اپریل قبول می‌کنند. جلوبازان دسته پرواز باشند 5 اپریل با دسته ریگر تپس قوام می‌آزمایند. جلوبازان دسته های باقی مانده واقعه خود را چنین تعیین می‌کنند: حاصلات سردار وحش کلوب مرکزی بخش ارتش استقلال روشن.
بینندگان ارجمند، مخلصان و علاقمندان فوتبال تاجیک، ما با قسم دوم بازی دسته‌های پرواز و سراوشان برمیگردیم. بعد از نیمه اول در این رقابت حساب 1-1 است. دسته‌ها خوب اکنون قسم دوم رو بانی هم شروع کردند و در پیش 45 دقیقه دیگر فرصت هست که برای به دست آوردن اولین امتیازها در موسم نو فوتبال تاجیک مبارزه برند دسته‌ها. خلاص موسم 2026 است در فوتبال کشور در لیگ عالی و دسته‌های پرواز سراوشان دربی خوردی ولایت سوخت رو این حال در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت در شهر خوجند برگزار کرده ایستادند، گذرانده ایستادند. در نیمه اولین شده بازیگران دسته پرواز با زدن گل دست یافته بودند. حالا حمله رو می‌بینیم که چگونه ادامه می‌یابد. اینجا نتوانست در هجوم تا آخر باقی مانده بازیگر دسته پرواز و از پای افتید، فرصت را از دست داد. خلاص در نیمه اول در بازی بین دسته‌های پرواز و سراوشان با زدن گل دانیل دوان دست یافت سر اول و پرواز را پیشرفت کرد، اما همگی پس از 2 دقیقه دیگر بازیگران سراوشان با بازی برگشتند و حساب از طرف مارادونا 1-1 کرده شد. و با همین قسم اول رو دسته‌ها جمع بست کردند. اکنون در نیمه دوم شروع شد و می‌بینیم که در قسم دوم دسته‌ها چطور بازی می‌کنند. حالا البته چنین به نظر می‌رسد که قسم دوم با سرعت تستر و با یک بازی خوبتر و جالب‌تر ادامه می‌یابد. حمله خوفناک دسته سراوشان بود ولی برطرف گردید این حمله. البته در این شب روزها اندک دشوار هم هست برای یک قسمی از فوتبال بازان بازی کردن، چون حالا مخصوصا برای دسته‌هایی که بازیشان پیش از ساعت 6:30 برگزار می شود. اما به هر حال حالا اون جدول بازی‌هایی که در لیگ عالی است اون جدول دیگر نخواهد شد و دسته‌ها بازی خود را دویر میکنند. خب بیاد بار دیگر به هیئت‌های دسته‌های پرواز و سراوشان نظر میاندازیم. شروع میکنیم از هیئت دسته پرواز، باز هم همچون دسته میزبان دلرجان براتوف، مونیر دولتبеков، بکجان جورابوев، کیریلو волошин، اسماعیل جان آخونجانов، الکساندر موین، امومالی احمدخان، دانیل دوان، تبریز میرزوولیев، یevgeniy بیدینکا، بهادر عبدوولیев و سرمربی این دسته طاهر مومینов. هیئت دسته سراوشان: دلشاد دادابوев، امیربек فایزیев، شهزاد اینایتов، زویرجان ترسونов، عبدوجلیل منظرov، بابور قاسمov، مارادونا سفارov، جهانگیر سفارov، تولکین ارگاشov، عبدالفتاح خدایدادزاده و شفقت یاتم. حالا حمله نوبتی دسته پرواز، دروازه‌بان به پیش آمد، دلشاد دادابوев و این حالت را برطرف کرد. شیرعلی باباقولov سرمربی دسته سراوشان است. بازی ادامه می‌یابد. تو در اختیار بازیگران سراوشان، ضربه زمینی خوفناک و دروازه‌بان دلرجان براتوف. با مشکلی اما به هر حال توپ را گرفت. ضربه خوب بود بیرون از جریمه‌گاه. بازیگزاری نوبتی بازیگران سراوشان اجازه داده نشد برای فوتبال بازان سراوشان تا اینکه حمله خود را در این حالت آنها شروع کنند. اگر ما بیشتر به قسم اول رو بیاریم پس آنجا باید گفت که دسته پرواز بازی رو فعالتر شروع کرده بود. سر اول
بیشتر توپ رو اداره میکردن، بیشتر حمله میکردن، اما در یک حالت فوتبالبازان سراوشان پورا به بازی وارد گردیدند و حمله های خوفناک چند دفعه انجام دادند. مخصوصا از کنار چپ خط حمله پرتاب های عبدالفتاح خدایدادزاده در دو سه حالت بسیار خوب و دقیق بود به داخل جریمه گاه و مخصوصا گل زده مارادونا سفاروف بازیگر دسته سراوشان بعد از پرتاب عبدالفتاح خدایدادزاده بود. بعد از پرتاب عبدالفتاح خدایدادزاده یک حالت درم برهم در داخل جریمه گاه پرواز به میان آمد و بعد زدن گل دست یافت آنجا. مارادونا سفاروف دکتر کمک میرساند اینجا به بهادر عبدولیف بازیگر دسته پرواز. هجومی نباتی سراوشان پس بسیار زیبا رسول نباتی به داخل جریمه گاه این دفعه اندک بلندتر بود. البته امکانی استفاده بردن این پرتاب بود. باز هم عبدالفتاح خدایدادزاده اینجا از کنار توپ رو روان کرد ولی این بار به توپ رسیده نتوانست مارادونا سفاروف. در حالت احتیاطی دسته پرواز حالا طاهر مومینوف یک قطار بازیگران را دارد که میتواند بعضی از آنها را به میدان بیارد. بیاید ببینیم. موریدین احمدوف، اهلیدین حبیباللهیف، محسن رستمزاده، طاهر ملادوستوف، رمضان بختالیف، پرویز عزتشاев، دلوفر شریفزاده، امید اودینایف، دلیر مخاتوف، اسدبек جورابек زاده. این بازیگرانی هستند که در هیئت ذخیروی دسته پرواز قرار دارند و در حالت درکاری یا ضروری سرمربی میتواند بعضی از آنها را به میدان برارد. حالا اینجا هیئت احتیاطی دسته سراوشان نیز در دسترس من هست. نظر میکنیم یک جا با هم بعد از این حالتی که حالا به میان آمده است مبارزه در پیش جریمه گاه دسته سراوشان ادامه می‌یابد. اوت با فایده پرواز. پرتاب راست به جریمه گاه سراوشان و دروازه‌بان توپ را گرفت. بهزاد حکیموف، فریدون دهقانوف، حیدر ستاروف، شعبان نعیموف، سعید شاه در هیئت احتیاطی قرار دارند. حالا هجوم نوبتی دسته سراوشان و یک اشتباه از طرف تولکین ارگشف سبب شد که این حمله قطع شود. سعید شاه بزاروف، اسکندر عریپوف، عبدالقهار قدیروف، سلطانبek فضیلوف، محمد اقبال امینزاده بازیگران هیئت احتیاطی دسته سراوشان به حساب می‌روند. خود این بازی بازم در مرکز میدان ویران نشد از طرف بازیگران پرواز و در این میان با احتمال زیاد تغییرات به میان خواهد آمد اکنون در هیئت یکی از دسته ها یا شاید در هیئت هر دو دسته ها. طاهر ملادوستوف دوستان ارجمند حالا به میدان میبرد به جای تبریز میرزاولیف.
حالا ببینیم که این تغییرات انجام داده سرمربی دسته پرواز چه تاثیر میرساند به این رقابت. پرتاب از اوت. توپ بازیگران پرواز از نو گرفتن و هجوم آغاز میکنند. بسیار پسی عالی، امکانیت میتواند پیدا شود اما نه، دانیل دوندر کرد. اصلا نو انتظار نبود که یوگنی این گونه پاس داده میتواند به او. از مرکز میدان دوباره حمله آغاز میکنن بازیگران دسته پرواز. تویل مالا دوستوف در دسته های زیادی در کشور بازی کرده است. این سال نبودیم بلکه یک ضربه بود جانبی دروازه سرافشان. در دسته های برقچی حتی یک مدت در دسته های خط کگنت خوجند نورافشان و در تیم سرای کمر بود یک زمان. تو این نیز زمانی خوب اینتر 6-7 سال پیش اگر ما نگاه کنیم 8 سال پیش او در حیات جوانان منتخب تاجیکستان بازی میکرد. در حیات جوانان تا 19 ساله در جام آسیا اشتراک کرده بود زیرا برای مبین ارگاشف وقتی که جام آسیا در کشور اندونزیا برگزار شد و یکی از حملهگران بسیار خوبی همان هیئت به حساب میرفت. حمله نوبتی سرافشان. توپ در میدان باقی نماند. قاعده بازی ویران می شود بر ضد بازیگر سرافشان. عبدالفتاح خدایدادزاده باز اما در نزد توپ قرار دارد. پرتاب قبلی او از چنین حالت با گل انجام یافته بود. ارسال به جریمه‌گاه. توپ از میدان زده بیرون کرده شد اکنون. Out.
تو در اختیار بازیگران نیست روشن. آغاز هجومی است روشن. پس جانبی خدای دادزاده سرعت افزایی و از کنار با یک حرکت فیره میدهد یکی از بازیگران را. موقع برای اجرای ضربه. گل عبدالفتاح خدای دادزاده به زدن گل دست می‌یابد. حتی پاسبان‌های این بازی آنهایی که میدان را پاسبانی کرده ایستادند و به خطری را تامین کرده ایستادند از دیدن این گل لذت بردند. باور دارم این گل زیباترین گل دور اول در لیگ عالی مملکت می شود. بعد از بازگشت به فوتبال توجیک عبدالفتاح خدای دادزاده ببینید که اکنون چگونه یک گل شدیوری میزند در اولین بازی موسم، در اولین بازی خود در حیات دسته ایست روشن. اول یک دفاعگر را فریب داد. گل افسانوی. نمیدونم چی باید بگویم. تنها تماشا میکنیم و لذت میبریم از تماشای این گل. در قسم اول من اشاره کرده بودم که عبدالفتاح خدای دادزاده سال 2025 در کشور فیلیپین کارنامه خود را ادامه میداد. او از دسته پنچر البته رفت به سبوی فیلیپین و اونجا بازی‌های بپرور داشت. حتی در سطح قروی بازی کرد، یعنی نه تنها در داخل فیلیپین بلکه در مسابقه بین المللی در آسیا بازی کرد با دسته خود. و حالا سال 2026 اکنون کارنامه‌اش را در دسته سروشن ادامه داده ایستاده است. یادآور می‌شویم که این فوتبال باز در هیئت‌های منتخب‌های تا 16 ساله، 17 ساله، 19 ساله، تا 20 ساله و تا 23 ساله منتخب تاجیکستان شامل بود و بازی می‌کرد. و البته حالا اعضای منتخب المپیک کشور هست. خود بازی بیرون شود از طرف بازیگران ایست روشن. امالی احمد خان باید که توپ را به بازی درآورد. حالا کارگردان اگر فرصت پیدا کرد در جای، در حالت، در لحظه حتما گل عبدالفتاح خدای دادزاده را تکرارا برای ما نشان میدهد. شاید اینجا اکنون داور کارت زرد دهد به فوتبال بازی دسته پرواز. بهادر عبدالولیف به احترامی میکند نسبت به رقیب. از او بود که فکر میکنم سبب شد در زبان از پای افتاد. حالا داور دعوت میکند به نزد خود بازیگر دسته پرواز رو، بهادر عبدالولیف رو. بله ببینید اینجا در زبان دسته سروشن دلشاد داداباف میخواست حرکت کند ولی او را از پای افتاند. با دروازه‌بان هم فکر میکنم کارت زرد داد، اما حالا عبدالولیف اینجا آرام نمیشود. بله با دروازه‌بان هم کارت زرد داده شده است به خاطر از این نافهمی عقیب نگشتنش. تغییر در هیئت دسته ایست روشن. از هیئت احتیاطی تحت رقم 77 سعید شاه بزرگ به میدان می آید و از بازی گرفته می شود تحت رقم 99 شفقت حاتم. دسته سروشن در بازی امروزه کامبک کرد. حالا این طور گفتن خطا نیست، درست است، چون که سر اول به دروازه‌اش گل سر داد، حساب 1-0 شد و بعدا با 2 گل این دسته با گل زده پرواز جواب گفت و پیشرفت شد. گل ها را مارادونا سفرов در قسم اول از دسته سروشن و عبدالفتاح خدای دادزاده در قسم دوم بعد دروازه دسته پرواز زدند. باز یک برخورد دیگر
باز هم بهادر عبدالولیف اینجا برخورد داشت. عصبهای خود را اداره کردن توانسته ایستاده است و این بر ضرر خود او میتواند تمام شود. رقابت در مرکز میدان. سایچا بازاروف برخورد داشت با بهادر عبدالولیف. دوان ارسال بلندی و با جریمه‌گاه است روشن برطرف گردید این وضعیت. پرتاب از اوت. برخورد در داخل جریمه‌گاه صدا داشت که داور. اوی 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 برای افساید بود است نه برای این برخورد. اسماعیل جان اوخونجونوف از هیئت دسته پرواز و عبدالفتاح خدایدادزاده از هیئت دسته سرروشن با هم برخوردند. بازیگران دیگر از هیئت احتیاطی دسته سرروشن حالا آماده که دیده ایستادند. توپ را بوی را میبینیم در جلوی بازیگران سرروشن. پس به کنار صورت افزایی تولکین ارگاشف و توپ از میدان بیرون گردید. تولکین ارگاشف در این حالت پس نداد بلکه نمیدونم شاید تصمیمی او تنها زدن ضربه بود در همین حالت. البته این طور بگیریم ضربه هم زد و عبدالفتاح خدایدادزاده در اکران‌های ما و شماست، مؤلف گل دوم و شاید که داور یک بار دیگر به ما نشان میدهد گل زده او را در چنین حالت که حالا رفتی بازی خیلی آرام است. امالی احمد خان پرتابی و از اوت. هجوم نوبتی دسته سرروشن آغاز می شود. بازیگر شماره 9 با توپ از کنار پرتاب به داخل جریمه‌گاه. نه برطرف گردید این وضعیت. بکجان جورابویف توپ را به اختیار دسته پرواز برگرداند. پسی تویر به کنار و حمله ادامه می‌یابد. موهین الکساندر مجبور شد که توپ را به مرکز میدان ارسال کند. حالا امامعلی احمد خان از کنار چپ میتواند توپ را به جریمه‌گاه روان کند. حرکت‌های او را می‌بینیم در کنار. گذشت او پس به داخل جریمه‌گاه. قریب بود که فرصت برای اجرای ضربه به دوان دانیل پیدا میشد، اما پیشتر از او دفاعگر توپ را زده از میدان بیرون کرد.
اوت با فایده دست پرواز. اسماعیل جان آخونجانوف پرتابی و از اوت. سعید شاه بازارов اولین شده به توپ رسید در این وضعیت. جهانگیر سفرов توپ از میدان بیرون گردید. اوت با فایده دست پرواز است. تغییرات نوبتی در هیئت دسته سرافشان می شود. بازم بازیگر شماره 7 از ذخیره به میدان خواهد آمد. این سلطانبک فوزیلوف است و از میدان گرفته می شود تولکین ارگاشف. رقابتی تمام می‌یابد. دست پرواز میتواند در هجوم قرار بگیرد. نه، حالا تنهایی سرافشان است که بیشتر فعال است در خط حمله. دقیقه 72 رقابت علاقه به پایان رسید. تویر مومینوف دیگر از هیئت احتیاطی بازیگران را به میدان آورده ایستاده است. تویر ملادوستوف پاسی و باقی خود بازی ویران می شود بر مقابل تویر ملادوستوف. وضعیت استانداردی، امکانیت خوب برای بازیگران پرواز. توجه میکنیم به این ضربه جریمه‌ای، به این امکانیت فوتبال بازانی پرواز. صداشتکی داور ارسال تو به جریمه‌گاه، فرصت داده نشد. باز یک حمله دیگر آغاز می شود. پس به عبدالفتاح خدایدادزاده. عکس الهجوم دسته سرافشان را میبینیم. آی او اینجا اشتباه کرد، درست پس اجرا کردن نتوانست و خود بازی را هم ویران آمد بر مقابل تویر ملادوستوف. حمله نوبتی دسته سرافشان، پس به داخل جریمه‌گاه، اما اینجا دیر کرد. در همین حالت سلطانبک فوزیلوف بازیگر که از هیئت احتیاطی به میدان آمد به توپ رسیدن نتوانست.
تو با بازی در آورده شد و تو از بازی بیرون کرده شد. تشکر به دقتتان. دوباره اینجا فرمان میدهد با فوتبال بازونی پرواز که از مسافه دورتر تو از نو با بازی در آورده شود. بکی جان جورایف ارسالیو به جریمه‌گاه برطرف می شود و آغاز یک سال هجومی دسته سرافشان را میبینیم از کناری راست. هجوم نوبتی دسته پرواز. دوان پاسیو باخیب فوتبالبازان سرافشان پر در دفاع قرار دارند. اکنون گزارش را میبینیم. امکان است برای ادامه بخشیدن این حمله و در آخر بسیار با باوری بازی کرد زهیر جان ترسونوف. تویر مالدوستوف باز هم اعتراض میکند چون که باز هم رو از پای افتاندن، ولی اونجا دوار کمک دوار مخصوصا اصلا اشاره نکرد که خود بازی برون شده است یا نشده است، ولی به هر حال اوت با فایده دسته پرواز است. پرتاب از اوت. قاعده بازی ویران شد. عبدالفتاح خدای دادزاده اینجا کارت زرد میگیرد. کارت زرد با خدای دادزاده با خاطر این قاعده ویران کنید داده شد. البته اون نمیدید که بازیگری رقیب به سمت توپ آمده شده چون که از پشتی او می آمد. صحنه تکرار رو میبینیم. ببینید اینجا او پای خود رو برداشته بود که برای گرفتن توپ، اما در این میان دفاعگری دسته پرواز پیدا شد و از طرف عبدالفتاح خدای دادزاده قاعده بازی ویران گردید. جورابویف در نزد توپ قرار دارد. حتی دخترانی دسته دعوت کرده می شوند اینجا برای کمک به دلرجان براتوف یا نه برای دروازه‌بان دسته سرافشان دلشاد دادپویف. هنوز ببینید آن آسیب داور او را اذیت کرده است، ولی داور این بازی را خودش شکمی کرد و خب داوری چهارم واگذار نکرد. ولی ما میدونیم که اگر مثلا رفت و داور نتوانست یا در میان بازی آسیب گرفت یا کدام یک حالت ناخوش دیگری رخ داد با هر سببی که نتوانست دیگر حکمی را ادامه بده در مرکز میدان، پس حتما داور چهارم رو عوض خواهد کرد.
تغییرات در هیئت دسته ایست روشن می شود. بازیگر شماره 5 از میدان گرفته شد شهزاد عنایتوف و با جای او تحت رقم 4 ستارов به میدان برآمد. همچنین بازیگر شماره 97 اقبال حالا وارد رقابت شد و اقبال امینزاده اکنون در میدان است. همزمان حالا دقیق نمیدونم که کی رو گرفتن و اقبال امینزاده با جای با میدان برآمد. خود بازی ویران نشود. باز هم مسئله بازیگر دسته ایست روشن و اکنون تغییرات در هیئت دسته پرواز. رمضان بختلیف تحت رقم 10 به میدان خواهد آمد و یوگنی بیدین که از بازی گرفته می شود بازیگر شماره 11. بختلیف بازیگر نو است در هیئت دسته پرواز. او از دسته استقلال گذشت به تیم پرواز و اینجا اکنون نخستین بار در لیگ عالی بازی خواهد کرد. سال گذشته سال 2025 در لیگ یکم بازی میکرد این فوتبال باز، ولی قسمت اساسی کارنامه او در هیئت نورسان منتخب تاجیکستان بود. در جام آسیا یکی از مهمترین مهره‌های بازی منتخب تاجیکستان زیر رهبری مارکوراجینی در هیئت منتخب تا 17 ساله کشور بود. منتخب ما رو کمک کرد سر اول به جام آسیا برآید، بعدا در جام آسیا دسته رو کمک کرد تا به جام جهان برآید و حتی در جام جهان هم در هیئت منتخب تا 17 ساله مملکت او بازی کرد. بعد از این اکنون دسته پرواز رو خرید و در این دسته کارنامه خود رو به طور کسبی به قول در فوتبال بزرگ شروع کرد. علاقه شروع کرد و اینجا روی خود رو آغاز کرد و اتمام می‌دهد. یک برخورد بود در جریمه‌گاه دسته پرواز و خود بازی همانجا ویران گردید. حالا نمیدونم در بازی امروزه تا کجا این بازیگر تاثیر خود را رسانده میتواند به بازی، ولی دسته استقلال نمیخواست که این فوتبال بازی جوان ترک دسته کند. خود بازی در مرکز بر مقابل بختلیف محض ویران گردید. دسته نمیخواست که بختلیف ترک استقلال کند، ولی خود این فوتبال باز میخواست کارنامه‌اش را در دسته سر کند که اونجا وقتی بیشتری برای بازی کردن با او جدا کرده شود از طرف سرمربی. البته استقلال دسته بهترین کشور است و اونجا بهترین فوتبال بازانی خب هم تاجیک هم لیگنران در سطح فوتبالی تاجیک اونجا بازی میکنند. پس برای یک فوتبال بازی نورسه که همگی چند روز پیشتر به سن 18 سالگی رسیده است، در چنین دسته امکانی وقت زیاد دادن و بازی زیاد کردن نیست. و همین خاطر خود این فوتبال باز تصمیم گرفت که دستش رو عوض کند و رفت به پرواز. نمیتونش دسته پرواز رو خرید و حالا در دسته پرواز اکنون میبینیم که نخستین دور برای او محض همان بازی می شود که اونجا او دبیوت میکند. بختلیف باز هم خود بازی بر ضد او ویران می شود. در یک دقیقه دو بار علاقه در مرکز میدان بر ضد بختلیف خود بازی ویران گردید. ضربه جریمه وی با فایده دسته پرواز. ارسال تو به داخل جریمه گل و توپ در دستی دروازه‌بان است. بختلیف توپ رو در اختیار دسته نگه داشت. حرکت‌های بسیار عالی او پرتاب به دوان ادامه می‌یابد این حمله، اما دوان در حالت افساید بوده است. اما بازی بختلیف در مرکز میدان بسیار عالی بود. ببینید چگونه توپ رو در اختیار خود نگه داشت، نفر دوم رو فریب داد، بعدا پرتاب کرد توپ رو جانب دوان، اما دوان در حالت افساید قرار داشته است و کمک داور به قید گرفت این افساید رو. حالا نمیدونم شاید طاهر مومینوف بازیگران جوان رو 10 دقیقه پیشتر به میدان می آورد، ما یک بازی زیباتری رو میدیدیم.
یکی از بازیگران دسته سرافشان حالا آسیب دیده است و بازیگران پرواز از داور طلب کرده ایستادند که حتما به وقت توجه کند. دقیقه 87 رقابت ادامه دارد. حساب 1-2 به فایده دسته سرافشان. مالادوستوف نتوانست خوب پاس بدهد و عبدالولیف خود بازی را ویران کرد. اینجا ببینید دو توپ در میدان بود. اوت با فایده پرواز. توجه میکنیم با بازی بعدی دسته ها در دوره رقابت های دوری دویومی لیگ عالی که بازی ها روزهای 13 14 و 15 برگزار می شوند. دسته سرافشان بر مقابل حاصلات در خانه خود بازی میکند و یکی از بازی‌های مشکل ترین در آغاز موسم برای دسته سرافشان خواهد بود، چون که حاصلات این سال حیاتش را بسیار خوب کرده است و خود دسته پرواز باشد در سفر بر مقابل سردار بازی میکند. پرواز به شهر دوشنبه خواهد آمد. جهت برگزاری بازی دور دوم روزی 13 مارس و در این میان روزهای فیفا خواهند بود و منتخب تاجیکستان با فیلیپین بازی خود را روز 31 مارس برگزار میکند در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار و بعداً بازی دور سوم روزهای 3، 4 و 5 اپریل برگزار میشوند. سرافشان با خوجند دربی ولایت سوخت اکنون ما شما را در دور سوم الکه انتظار است. اینجا هم دربی است ولی بازی سرافشان و خوجند آنجا یک فضای تماما دیگر خواهد بود و پرواز بر مقابل رگارتا داز بازی میکند در شهر خوجند روزی 5. بختالیف سرگردان میکند بازیگران دسته سرافشان روی این فوتبال بازی 17 ساله. این فوتبال بازی الکه 18 ساله است و یکی از بازیگران اساسی در هیئت منتخب تو 20 ساله‌های مملکت نیز به حساب میرود بختالیف. ببینید چگونه اینجا توانست را در اختیار خود نگه دارد و بعداً بر مقابل او خود بازی را سلطانبک فضیلوف ویران کرد. ضربه جریمه‌ای با فایده بازیگران پرواز. تغییرات میشود در دسته پرواز. بازیگر شماره 77 از میدان گرفته می شود اینجا اکنون. بکجون جورابایف ترک میدان کرد. و به جای او بازیگر شماره 4 دیلاور شریف زاده وارد رقابت می شود. همچنین بهادر عبدالولیف از میدان گرفته شد در این حالت. همه بازیگران دسته سرافشان از پی رمضان بختالیف هستند. ارسال به جریمه‌گاه امکانیت میتوانست پیدا شود. هنوز ضربه و این توپ رو پس از 2 ماه از لب دریای سیردریا پیدا کردن ممکن است.
بله از ساحل دریای سیردریا دولتبکов ضربه زده است. پرتابی امامعلی احمدخان و بعدا یک حالتی نچندان فهمو در داخل جریمه گو پس اون ضربه وقت و پایان رسید. 6 دقیقه دیگر اعلام می شود. با بازی دسته های پرواز و ایستروشن. هجوم نوبتی در اجرای دسته ایستروشن. امکانیت برای عبدالفتاح خدای دادزاده اما این بار رو با پای چپ ضربه زدن نتوانست. البته از طرف دیگر فشار آورده ایستاده بود دفاعگر دسته پرواز با او. پایان کنی در مرکز میدان. البته والا چمن ورزشگاه مرکزی شهر خوجند یا ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت نیز اینجا چندان در سطح عالی نیست. البته در اون سطحی است که گروه کاری یا همون کمیسیا که برای سنجش ورزشگاه ها پیش از آغاز موسم رفته بودند قبول کردند آن رو و اجازه دادند که بازی ها آنجا برگزار شود در لیگ عالی. ولی خب ما میبینیم که البته در اون سطحی که مثلا مخلصان میخواهند ببینند که فوتبال بازان در روی یک چمنی بسیار با صفت بازی کرده ایستادند، نه در اون سطح نیست. و بعضی وقت برای خود فوتبال بازان هم مشکل است اینجا بازی کردن. اینطور کردن تو پاس‌های دقیق خیلی دشوار است. مثلا اگر همین بازی در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار برگزار میشد اونجا تماما ما یک شاید بازی در سطح دیگر رو میدیدیم، چون چمن ورزشگاه اونجا تماما چیزی دیگر است. پرتاب از و جریمه گاه ضربه و گل. نه، قاعده بازی بیان شده است اینجا. دروازه‌بان دسته یا گل است. حالا من نفهمیدم قاعده بیان کنی یا گل. دوار میگوید گل. بله، گلی فوتبال بازان دسته پرواز اکنون در دقیقه 94 حساب کرده می شود. احساسات و عکس العمل بازیگران دسته پرواز را میبینیم. پرتاب از بود با سر ضربه اجرا کردید. اینجا دوستان ارجمند دانیل دوان و دروازه‌بان خلال رسوند. دلوار شریف زاده با زدن گل دست یافته است و گل از جانب او بود. دوار آن را حساب کرد. البته دوان اندک با دروازه‌بان دسته سروشن خلال رسوند. این را هم باید نادیده نگیریم. دلشاد داده بایف از پای افتیده بود دروازه‌بان، ولی به هر حال خب دوار است دیگر. قرار خود را برآورد. گل حساب کرده شد. بر زمین در بازی امروز حالا ور نیست. یک از بازیگران دسته پرواز از پای میافتد. پس از تغییرات هایی که سرمربی دسته پرواز طاهر مومنوف انجام داد، رفتی بازی دسته پرواز تغییر یافت، مخصوصا پس از دقیقه 83 و 84. بعد از آنی که به میدان رمضان بختلیف آمد، بعد از آنی که به میدان از احتیاطی دلوار شریف زاده آمد، این بازیگران جوان، این بازیگران والا نمیدونم تاثیر بسیار کلان رساندند آنها در بازی دسته پرواز. یک دقیقه دیگر تا انجام وقت است. بازم پرتاب می شود از اوت راست به جریمه‌گاه دسته ایستروشن. دروازه‌بان از پای افتید. ضربه نوبتی بود سر و تو باز پالوی دروازه گذشت.
партобҳои тӯлонӣ аз канорҳои майдон аз авд аз ҷониби Муҳин Александр низ бисёр нақши калон бозида истода аз дар ҳамин поёни бозӣ. барои дастае ки пас аз тақрибан 13 сол дигарбора ба Лигаи Олӣ баргаштааст. Дар даври аввал дар аввалин бозии худ имтиёз гирифтан ин натиҷаи хуб аст. барои дастаи Парвоз аммо иста равшан ки тағйиротҳои зиёде дар ҳайати худ ба миён овардааст. ҳоло мебинем ки имтиёз аз даст медиҳад ё уман ҳисоби мусовӣ дорад. бозам қоидаи бозӣ вайрон шуд. бозам бар муқобили Рамазон Бахталиев, бозам дар маркази майдон. дар 5 дақиқае ки ӯ дар майдон буд, дар шояд 7 дақиқае ки дар майдон буд, бештар аз 7 маротиба бар зидди ӯ қоидаи бозиро вайрон кардан бозигарони Иса Равшан. ин маънои онро дорад ки ӯ дар маркази майдон бозиро гардон мекунад. ӯ воқеан бозии сатҳи баланд нишон дод дар ин рақобат. охирин имконият барои футболбозони Парвоз. зарба ҷониби ҷаримагоҳи дастаи Иса Равшан. мубориза идома меёбад. ҳатто метавонад фурсат барои задани зарба пайдо шавад. Бахталиев зурбаи ӯ фотуба аз дарвоза баландтар рафт. метавонист ки инҷо ба қаҳрамоне табдил шавад барои мухлисони дастаи Парвоз, аммо зарбае ки берун аз ҷаримагоҳ зад андак баландтар рафт ва бо ҳамин бозӣ ба поён мерасад. ҳисоб 2-2. имтиёзҳоро байни ҳам дастаҳои Парвоз ва Иса Равшан тақсим карданд ва мо дар қисми дуюм воқеан як бозии зебову диданиро дар иҷрои дастаҳои Парвоз ва Иса Равшан дидем. инҷо гузориши мустақими хешро ба анҷом мерасонем аз варзишгоҳи бисолагии Истиқлолият дар шаҳри Хуҷанд. ман Иномиддин Аҳмадзод бо ҷамъи ҳамкорони техникам ин гузоришро барои шумо пешниҳод кардем ва ман онро барои шумо шарҳу тавзеҳ додам. то дидорҳои дигар, хайр.
Thank you.